4 چیزایی که میگه شما دائم غمگینین، 4 چیزایی که میگه میگه لذت همین دنیا را نمیبره. یکم میگه همینه که انسان در تقدیر الهی راضی نباشد. یکم بر سرش بعضی چیزهایی که میآید راضی نمیشود. حالا که برادری عزیز، همین بلایی که به سرت میاد، مشکلاتی که به سرت میاد، اگر ما با چشم بد نگاه کنیم، با خدا میوه های بهترین دارد. یکم میوه شاید من برای شما گویم، در روایت خواندم که میگه وقتی که بنده مبتلای بلا میشیده است، مشکلات میشیده است، الله مهربان میگه به سوی فرشتاش میگه که به خاطر اون مبتلاش کردم تا صدای او را، فریاد او را به سوی خودم گوش کنم. بذار فریاد کنه، بذار زاره کنه، تولا کنه تا از همین مشکلات من آزاد کنم. صداش دوست میدارم. ببین انسان وقتی او عالمای پیش، دانشمندای پیش از همین ثمره ها، میوه های بلا آگاه بودن که ای بلا نمیترسیدن. دوم میگه میوهی که دارد این است، میگه که انسان میگه در دوام در بلا بودن بسیاری کارهای عجیب و غریب در اوبر میشود. بین حتی یک تاش بگیم دوست ای دشمن میشناسی، در حالتی که آدم در یک حالت پستی میاد. میگه دیگر این است که میگه آدمی میگه در بلا افتاده، میگه غرور تکبریش شکسته میشود. هیچ کس راکش نمیکنه، یک کس خطیش سلام نمیکنه، یک کس نزدیکش نمیاد. یک آدمی را که همه خوش آمد میگه، همینجا میگه غرورش میشکنه، همینجا میگه تکبریش ای بین میروه، همینجا ضعف بدن خودشه، شکسته بدن خودشه، بین همینجا احساس میکنه. ولی حضرت جنونی هم میگفت زی تو عاجزتر، مظلومتر نیست دریغا که تو را از خود خبر نیست. بسیار عاجزی، بسیار ضعیفی بود، ولی تا حال خود نشناخته. دیگر میگه دیگر میوهی که همین بلا داره، میگه دیگر میوهی که همین بلا داره، میگه این است که ای مردم تو دعا طلب میکنی. میگه بچه ها در حقم دعا کنید، بچه ها مشکلات دارم. بین محبت در بین مردم زیاد میشه. زین لحاظ برادرای عزیز، مقصد منم این است که نصیحتگر یعنی به یگان جای مبالغه، به یگان جای مثال بگیم که همین برای مردم همین چیزا که در دلشان تصدیق کنند